اخي شما ها ما دست گروه خارج ما دست شما هم زد چراش ها توی دیدید کرده ها بیسا من کرداش که تو ها چون کرداش ها محضر سرتون همه تقصیرتون باید چکت دردم بر جون چمدی ساركو صوت نشي خواب شمدی آره گوشت بولم ها هبار لا بلاس كايم شنو خونه خراو الدور وابقى خونه خراو التفاح لا اله الا الله دست تفنگ من خطر روشن تو آدم نابد ولش بکن خالی شیخ با زیر ضرب زتا فایده ای نیم با کتک زتا آدم نابی بچه خشواش بگی این سرش کاری نابی همه چخه تفنگ خب معلوم که وقت بگاش تفنگ چی ناب مگه تفنگ شواره و چریکش خانه نه چیزی ها بچم شوک تفنگوشن آخر ترسمی تفنگ کار شده است خناوات خدا
ای تفنگی نکروله میزنم نکروله میزنم برو تو برکه برو داخل برکه برو تو برکه بگم رئیسو برو اوی بچه آخ با آخ آخ عبدالرحمن عبدالرحمن بله بله شیخ عبدالرحمن بله که عبدالرحمن دستم به دامنت بابا تو که شمدی روزگارمون تار چی لا 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 دیگه چی قدرش کردی خب امنی بابا تفنگ شباری اگه یا باری آمدش یا تلاش کنم این روز دیگه روز آخرشه این آدم بشونین همین ده یعنی یک روز هم نگذاشتی سر برکه آن یه طور که گرفتی تفنگ بزنت ته پاش زخمیش کردی به هزار فلاکتین رازیم کردی پاش دوا درمونم کردی رازیم کردی تفنگیم دادی ما دست دادی وقت رفتی سر بکن این دیگه باید چه بر بکشه کود کیفتی بزنه یلا چه ولش بکن و تندی بدتر بی لا اله الا الله بابا تو زینی نافهمیدی شمالی باید ورکش از بی یا مین که آدم بی یا میری آخر آدم بکنه سر بکن یا آدم بش یا میرش شیخ راشدی مامایی رفته گابه کسی نزنه شا اگر دستم رسد بر چرخ گردون های بی تو گویم که این چین است و آبان چون ای یکی را داده ای صد ناز و نعمت ای یکی را لقمنان عزیزم آقا باش دادم بر خون ای یادت یاد جوانی امروز بخت اقبالم خوابیده نه شکاری نه مکاری خبر از شکار مکار نی نه کاروانی نه رهگذری ای به خشکی شانس یه بچه اونم پاپتی چیشو چپاو کنم
سلام. گیرم که علیک. از لباسات پیداست مال این ورا نیستی. از کجا میای؟ کجا میری؟ یورد هاشم خان کجا؟ او بالا چی کارش داری؟ برارومه. میخوام یه مدتی پیشش کار کنم. از سواره هم یاد بگیرم. این سوزنیه؟ سوزنیه. پسر کی هستی؟ بگو ندارم. بیکسم. تفنگو دوست داری؟ ها تیرم بلدم بزنم. اگه سیمو کار کنی تفنگو میدم خودت، ولی باید زرنگ باشی ها. ها زرنگم. پس بیادم بالا. او گله رو میبینی؟ ها برو از وسطش یه گوسم بدوز و بیا. باش. شیخ محمد همراه عمویم نرو، دست از دزدی و راهزنی بردار. دزدی؟ دزد اصلی که خودتی. ما چه دزدیدم؟ چی دزدیدی؟ دلمو دزدیدی. جهان آرا هی بهش گفتم از این کارا نکن، آخر چنگ دولتی ها افتی. خبر آوردن شیرازه، زندان کریم خان زن همراه این دار دسته زیاد خان بوده، گیر افتیدن. بیا بفرما برو. برو بامر بیا برو. بفرما یه ذره بیشتر میریز بسته برو. چونه بزن. مال باشه. برو تو صف. نوبت تو میخواستی چی برم؟ برو تو صف میگم. چونه نزن. برو تو صف. برو تو صف. تای صف برو. بریز کاکو. بیا کاکو. بریز کاکو. بیا بابا. بیا. قربونه. غذا تمام شد. هست خب. غذا تمام شده. هیچی نه. دیر اومدی. هست ها؟ دیر اومدی. برو بابا. برو کاکو. برو. میگم نیست برو. من نمیدونی ما شمع لاوری ها. شمع لاوری کیه بابا؟ برو. من شمع لاوری نمیشناسم که. برو بابا. برو کاکو. الان بهت میگم. بای بلم کن. بلم کن. بلم کن. بانک ساختن. بگیرم. خوب کار کردی کاکو. یه ضرب المثلی میگه تو جنگل اگه نخوری خورده میشی. بعد از همون اول بهش درس میدادی. خیلی اعصابم خراب کردن. آخرش آیا یکیشو میکشم یا از اینجا فرار میکنم. نظر چیه؟ فرار کن. چجوری؟ تو که شنیدم پرشمریشت خوبه. چند تا شالمال دنبال هم ببند، بعد بقیهش هم بپر. این همه نگهبان چه کارش کنم؟ امشب شو خوبیه. هم هوا تاریکه، هم چون فردا نوروزه ژاندارما ها همه میرن خونه. ژاندارما کسی نی.
اگر شاهی به سر تاج نگینی، اگر فرزند زین العابدینی، 200 قصر طلا گر داشته باشی که آخر مالک یک زمینی. تکون نخور. هر چی داری بده. یواش یواش کاکو. اگه تکون بخور مغز در میارم. هر چی داری یالا بده. نه لازم نیست دعوا بکنیم. ما که چی ندارم از کل هر چی دار دنیا یه انگشتری دارم. خان قشقایی بهم داد. هیچ چی دیگه ندارم خب. خان قشقایی؟ باید خیلی گرون باشه. معلومه که گرونه. ولی خودت میدونی کاکو. تو دین و مذهب هم زیر بار زور رفتن بده، هم دزدی و زورگویی حرومه. یا سودا میکنیم. سودا؟ سودا با چی؟ یه اسبو که سیم نمیدی. همین پیشتا و غرازاو که دستته. این پیشتو کونه و قرازیه. این آدمو ساده توی موله برنده هم. خب قبوله. یه دستی بده یه دستی بسو. بیا. بده بینم. قرار موی نبود. بده بینم. قرار دزدا مثل چوب خشکه. بده. زود باش. زود باش. دوتا نر بیا. زود باش. زود باش میگم. هوی کجا میری؟ بیا دستان باز کن. گرگخوار میشم اینجا. پشیمونم نکن بیام گوشت هم میبارم ها. بده بر. هاشم خان. شما کی آزاد شدی؟ فرار کردم. چطوری؟ بیا توصیت بگم. خب پس این تو؟ بله هاشم خان. اینطوری شد که تعدادی از افراد زیادخان کشته شدن. تعدادشون هم زخمی شدن. ما هم پام تیر خورد. دیگه این طرف ها موندن خطرناکه. باید بری طرف های گرمسیر. اونجا هم با بام کلاهمون تو هم نمیره. شنیدم که سخت بیماره. گویا که حالش خیلی بده. حالا برو تو کلبه یک کباب چیز را بندازم میام پیشت. بله. باید خیلی خسته باشی. همه خستگیم یک بار که نگاه میکنم تموم میشه. بزلگویی به دختر هاشم خان ممکنه جوابش گلوله باشه ها. زمانی است که این خنجر ابرود به دلم نشسته. دیگه چه حاجت به گلوله؟ گستاخ. آخرش دواگرم. Yazıyor. Yazıyor. Tamam kocas. والله ورا برا. پس کیس؟ پس شابدونی رحمتی. هی شهادتی توش؟ تو کیش من؟ مثل همه شهرمان.
ایش آمدش ها داولا بچش خب کی اینه نپا بله جناب اگم بگم که اگم مریضین چون بی نکش بابید بگوت والو بگوت خواهی بیامرز فوتش کی اگم ننگ ما کن نپا انا تو چای کیله اچام سی پیش تو ببینه دلش خواهش بخوری شو یا خدا دامونی چه خبرت یعنی؟ چه خبره؟ خبره دامونی پوستو چند من نموندن شمن سند به بنازم عجب خش دستن جناب شیخ ما یادم بود با اتفاقی ده هوا ده شویش ازا ولی تا تکیزا و کالین کردش از دتاش آخوان اوزداش که چی؟ از کله دوزیان که کلی کیزاین وگرنه چه مال دهشاین با قول خود تو تا گم سردار دوزیا واسم ولی ات دوزیا کاتش تای دوستکشی بکنش ما و چریکیام مگه طرف ساحل رفتم ته منطقه خودم پامونه نده مصطفی بر جناب شیخ تعریف کو پالا کوشتا پالا کوشتا اما چهادا اما چهامه که خطا سران شویو خطا زاگرید کهن بله من کاسه شاکی رسم خب ارواح فرستازه تیموریا هرچی گلای ارواح شاکی بودی که بار که سر کی برده داره فخری اگه دستم بود من هر چیز زریته بیایم کی بوده هنو خیلی والا داره فخری رسید سر گوای ما ته منطقه دوست جرأت بکن پای که آن سه یالا بیچو الان دیگه وقت شد
دارو فخری ولی میشناسیش؟ چون کافه دستم ولی من شناسم. این قسمت که دیده بوده چه ترجایی؟ یکی صوفن چون لور گلن. جای خشیم. مردم میگه ممکن همین. حالا بس یاور. یکی از تحقیقاتون برای بهتره. يلا مشي يلا 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 طيب ما يق طيب ما وري دايمون كيه دايمون كيه ضربه چه پدرسن شما یا باید گناه باشین یا جون خودتون سیر که با وجود موت تو منطقه حواس دزدی به سرتون زده جناب شیخ پاکوشی میدونم سکتک میکنیم؟ نه ايش التعابين خونه باستا کلام خايف يقولي لا نين که حروم ایو کنم اول بشم گله شکی و چون شکیه گله کجا؟ بالا بالا کدوم بالا؟ رو بالا شما شبدونیر تو با ما بدم بابا نه یا هسته چند به نو بگم نو بی عروسی توش ماما چگوت خون پیغامی فرستادی خواه که جای بگو چه از بر کار بگونش خواه ورچه چه گرد نونش شریک خون بده خو کم مگم این نین ما نو شاید تو انت دستیر بگیرم ما خونم ولو خون با فکرش خونیا کن ما کل ساختیم کل ساختید ممکنه با قیمت جون تموم بیویا هی همه شامن نیر آدم یک مرتبه دنیا تو یک مرتبه میری ولو چی و گلوله گرم چم تی دوشک نرم مردم اگون خون بوری تاریخن گوتی که یک لوهرین پوپتینی کورش جایی برسی که گوش کوسده ما بولی مخی چی گوتی سن که گوش کوسده شد بولی اش گفت که خون پیغامش کردی که یا دوزیو تحویلشون داده ولی تفنگیو با خودشون شون واسه خب یالا هر چیزی تر تفنگیو پس با من گفت که اما خمو لازم مونگه نه کویلی نکی کاسه داشت ایگاد خون ماست کویل نوک با دست خالی بچم ایگاد نه اگر این پن خالونچه با دست خالی خونگی برگی پنتون نباسته ما من راست گفتای با دست خالی خونو بی امگره گوششون بولی ما کف نکنو اون ایوالو برا نشین خونو دی این نشونن هما فهمی که کسی غیر از من اکرچه هست با نوتو فهمی که بانه ما بستش کوش که تفنگیو تا پاس هستم خونم تاریخ نو بستم خدا فهمش که خون به تفنگی خیلی لازم میگن این روزیه ایت منطقه دوزیو چپ و راست چپ و کده کیز هم پشت خونی نه آدمیه خون نم امنیه افهمش چیان شامت تی منطقه هر که غیر از دولتی و اربابی و خونی و بی گبی ارزتاش نین یوشون نی کسی نافرمانی بکن سرسختی بکن مخصوصا دولتی ها یعنی تایی بگوش که هر کی جیبوی پرن
زیرش هم زیاده. هر کم زیروی زیاده حاکمن. اونه فهمی چی شمد؟ وقتی که قانون خریدارش نین دیگه باید زیر زیاد ببی که کار تا پشوچی. محض همین که مگم خومه تو فنگه نیاز میه. سرباز عسکری بله قربان، امر فرما قربان. 5 روز از موعد مقرر گذشته حتی یه روز هم باجه خراج نیاوردن. چرا نشستیم؟ چرا نمیرید سر وقتشون؟ بیکار ننشستیم قربان. به چندین روز تا یاوزه ما سر زدیم. همه از اوامر سرپیچی میکنن. چرا؟ قربان میگن یکی پیدا شده به نام شمد لاوری. مردم تحریک کرده که زیر بار نرن. غلط کرده؟ گفته نه دولت نه قوانین نه امر و اصاب. بله؟ میگن خیلی قله شکه و ترس و مرس هم تو وجودش نی. هنوز استوار علیزاده رو نشناختم. ببخشید قربان، زبونم لال. گفته اگه استوار علیزاده مزاحمت ایجاد کنه سبکشش میکنم. غلط کرده مردی که دهاتی مهوه خور. دست بسته میارش گوشی اولفدونی. 24 ساعت بازداشتگاه. برو خود تو معرفی کن. پدر سوخته. سلام جناب شیخ. سلام. ما قاصد آقای کنچی هستم. آقای کنچیش فرستاد هستم و اگه هر چه سریعتر خود برسن آدمی ایسف نفهم گوده و گوتیشم بار کرده. کجاست الان؟ الان اگه ایگات همی الان حرکت کنیش تنگ دالون شن گرش. خب آقا شیخ کرید نین؟ صاحب تو برو چای کیره چریکیان بی که بنا تنگ دالون ما ماده طرف عقیده کنیم. باشه بچه‌اش یالا. حالا زدو بیا اینجا. چه بوی گند ازت میاد. بوی خلاق و سر شراب داره. چند وقت عمره کردی؟ افحشما نمیشه؟ نه سردار. یک سالی میشه فشمان 1 سال. چرا دروغ میگی؟ تو خزاو میترسیدی؟ نه ناموسم پارسال بارونگیر شدم. سردار بهتر نی الان حرکت کنیم شاید بیاد دنبالمون. نه ترس خبری نی. بخور میگفت بخور. دوزی از گارسری ها این روزا خیلی مشکله. ما خونه اومدیم نصف گوده بار کردیم یکی اصلا یه سنگ هم پر نکرد. چرا؟ با کوی شمد محمد لاوری بهش میگن. ها؟ گوگی خنجر رو بده. نمیدونستی چی بدم؟ بده میگم. بیشتر مال خودم چپاو کردم. چطوره؟ خنجر ازش سوزوندم. مال خودمه. بیشتر مال خودم چپاو کردم. ازش سوزوندم. کی گفته؟ کی گفته مال خودته؟ هم بیشتر مال خودم چپاو کردم. خنجر مال مسابقه است. بده مو. باید بری پای مسابقه بدی. سری. هم تو نمیشه بهمون بدی؟ هم تو نداره. هم تو نه برگی ما. بلند شو مسابقه تو میترسی؟ ما نمیترسیم. بلند شو مسابقه تو بده. معلوم میام. شعبون بار سوار خری شو. خیر سو. پس کانتی میخوای خرسواری چپاوش کن. نشون بده.
با خر چپاوی کنم جفتشون آفرین آفرین این خوب بید خوشی شاو دوار سوار خرشو کار کردی؟ کار کردم خنجرم مال من خنجرم جاش ایجای ها چی؟ سکی مو میگو چی؟ بریم کامینگاه بریم خنجر ناموس مال ما بودم خنجر اومد میدم حالا میریم کامینگاه بریم اونجا حرف بزنیم ببین سردار تیشو خنجر ازم سوندی خیلی دست ناراحت شدم دلگیر شدم ازم خب ایخو ناراحتی نداره خنجری هم میدم تو خیرسو بیا ببین سردار این هم به من نگو خیرسو اون بدم میاد دیگه بین دوزا برای خودم معروف شدم چی ازت بگم؟ اسم خودم بگو کلی خان خب میگم کلی خان خوبه؟ اسم خود اسم خودمه اسم خود کلی خان خوبه؟ خوبه خب کلی خان بچه ها اومده؟ ها بچه ها همه اومدن همین پای جای جمع خب همین جمع شدن بعد کدوم دعا رو زده؟ همه دعا رو زدن تودرو، دهن، بستقلا، چابنار، زنگال، ایلود، برکلاری ها دیتل، کنچی همه رو زدن صاف کردن خیلی هم خوبه با جمع کنیم بریم دیا بار ما رو جمع کنیم بریم های سردار هوشیار سردار گوشو وایسا دیوار رو اینجا میدن بیا جلو یا بالا بیا بالا بینام بیا بشین چم کرده بشین چم کردم بشین اینجا بالا بینام بیا بالا بینام در کجا پیدا شد سردار چش کنیم یه آدم والا با تسلیم آخو یه آدمو سردار تفنگو از تیر در رفتن بچسبوندی سنگو یه چند تا تیر در کنم تفنگو قلقش دستم بیاد تیر بیاد برای قلقگیری خوبه شکارده خود کسی نکشن برای قلقگیری خوبه گناه داره بنده خدا نه بابا تفنگ من تیر در رفته قلقگیری برای قلقگیری خوبه ها باشو بلند شو اینو بلند شو دست بشک تو سنگ بلند ما برو یالا کورچو تفنگ بنده کجاست تفنگت بنداز تفنگت تفنگت بنده یالا کورچو بیاد خان تا ما زندم توی این منطقه هیچ نصیبتون نمیشه تو یکی از سیلنده بود تفنگم فلیس موزری اسبم باد سرسری نامم شمد لاوری محمد جنوبی شمد لاوری که میگن توی از دزدی به دزدگیری تو فهمیده از حرف میزنی اگه مردی خوب یاد تهمتن ما مردم ولی تفنگم زبون شما نامردا بهتر میفهمم محمد جنوبی داری با این کارات به استقبال اسرائیل میری سر به سر باباخان نفر نذار اگر یار است یزدان پاک از باباخان نفر چه باک نون زندان خان بستک که حیف شما بخورین بعد 2 تا فشنگ به نا حرومتون کنم شیخ محمد ما که تسلیمیم بذار بریم قول میدیم که دیگه طرفا پیدا مونده شه باشه ولتون میکنم ولی ببین باباخان نفر یوسف نفر هر کی هست بهش ببین یا دست از این منطقه میکشه یا دست از دنیا چرا شد کتارش واسي خنجر انا واسي خنجر انا واسي ايوه بلان بگیم شید زود باشید زود تا باشه ایمون نشدم زود باشید پدر سوخته
شد بوده؟ چی نبوده؟ چی نبوده کاکو؟ کمی تیر تو دست مونده. چرا شد؟ تو دست ای بابر؟ شما شهردانیر تمام خراباری ها جمع کنی که ما چم. یالا زود. دست ای بابر. چی نبوده؟ سلام ننه. سلام. باشه دلخورش نه؟ شمد همین الان برو لاور برو. با چی رو؟ مگه چون بودی؟ قاسم گوته رئیس پاسگاه میران تدومه. پاسگاه میران؟ یا خودم فهمیم چون شوا کنیم. در چون خودم فهمیم. کارو شوا کنیم که تو داستان بنویسن. حالا دوم ما هستن. قاسم کجان؟ اپیش خونن. ای کسی که با کسی دل داد و دل بست ای باسونی ای نمیتونه یاد کشد دست ای اگه مردم تمام راه ببندن ای همون راه محبت که بیتوان بست یالله جناب شیخ هم تشریف شوا قاسم توش؟ بله شهوات خیلی خشن سلامتی نبش سلامت بفرم حالت خوبه؟ یالله اما دوستم دلتنگ دارم سرم از شلوه واسی جناب آه نه خشت خنده بفرم گوشت خششون بی جناب شیخ خب حالت خوبه الحمدلله شکر خدا نه تو مدی؟ بله امدیل اگه که پاسگاه اومده من اون سوال از خود بگیرم چه خبره؟ پاسگاه میرون هن من از طرفه کیخرد و من طرفی آوندم اگه استواری تدوم اگشته در به در بهانه واده اگه من شمت بگیرم با جرم سرباز بگیریش جا بکنم من هنسم خبر بر شما مورده که اوگاه ببیانی من خوام چند وقت این که میچم دوم میو ها؟ میگوید سر وقت و چم ولی که خوشم پا جلو نده خیلی بهتره بله راستش این منطقه دوزیو خو خوشون زرشت من نی زرشون نی که نزدیک بان بله نگه اینکه شر امنیه هم از سر مردم راحت بکنه امنیه جناب شیخ امنیه چی امنیه کی یا اسمشون به امنیه جناب شیخ یا فقط اسمن امنیه هستن کت سنت مردم باور بکو هر فقیر بعد وقت دو کنی پیل شکسن شگرن لگه تا اشکم شزنن پیلیش واسن بعدم اگه سر صدایش کی اگه بله این دشمنشون شبرن جایش خطنن که دیگه افتا و چش نابینی نه حالا که اینن پس بعد همه رو سوا و چم دیگه سال که بسن حالا که خوشم پوشه جلو که بهتره که همه رو سوا و چم اونجا چه باش نکه خیلی مردم من کد شو کنن نقش امنی عاشق کاریایم کاش که من تواگیر جناب شیخ هم بده در رکاب تبم تا وقت عمر من بالا خیلی هم نکن خیلی هم ترس نباید بگن شامل متایی باشه نه ترسمه سینی جناب شیخ نه خیلی هم خوبه من ترسم هرجنگ مگم اچم همین توی چند روز اچم خدا رضا بیشتر چایود ندیدی تنباک مکب کنم بفهم شما بفهم عسکری حاضر شروع کن بسر یواشتر پسر راور پیرمرد با خجالت بکش بی تربیت دست بلند نکنی اما ایست بدونم الان ما هیله ترش هیچ چیز نشکرده تو هیچ چیز نشکرده ول بکن ولش کن ولش کن بیشرمت باره لوشان تمام
گورشو تو کی هستی؟ تفنگم فلیس موزری، اسبم باد سرسری، نامم شمد لاوری. شنیدم دنبالم میگشتی، با پای خودم اومدم. تو که هنوز خیلی جوانی، زاک مردن داری؟ پاشو اده. ما که گناه نداری. خفای سرون داشتی. برای شما دست زبان دست. چه پلتی هون؟ نزنید بلش کن. شیخ محمد با تو کفش دولت نکن. خفه شو. تو خوصیده ما ایستاده هم. این مایم که دستور میدم. یالا بچه برای تیر تفنگیاشو واسه. یا فیشتاو بردارم من واسه یا بر من دارم فیشتاو. من فیشتاو میافم. فیشتاو هدایمون. خوب برونین یک توی هوا بیرکر رفتی یک پوکینه او یدین اگوی برونین هیچ ما چوش کن عباس علی بله جناب وارث کاج خواه بزین پنجامو بله حضور رام بکن تو خدا رام تا بکن همه پنجام بی دو خود نمه امیر بران دیگه خیلی خوب بودو هیچ چیزی ما چوش کن عباس علی بله جناب وارث بنویس زامردان پنجامو اوی مامی کم بکن رام بکن تو خدا رام تا بکن اما سال اما برانگا تمی ترشو تاوردو کو ترشو نک بودی اما ترشو نک بودو ترشو تاوردو سول نبودی هوین اما برانگ اما سال اما سوزی هیچ ناوردو تکیوت بیرکن عباس علی بله جناب وارث لرانگ 75 مو ای که نبی خو خد نوده دای خیلی نه خیلی 75 مو خوشین که کجا 75 مو خوی مردی ای نبید ای همه اندرو نک بودو تاوردو بوچی که اندرو نک بودی اینو هم لرانگ بنویس 75 مو بله جناب وارث نوشتو ها برانگا تاندوی برانگ ها تلاش کن چوکا برانگا تاندوی برانگی تو سنگین یک گوش خرا گیری یک گوش خرا نو گیری عباس علی بله جناب وارث لیش 35 مو نوشتو گلاینی بزین 6 مو خدا خود بخواه نره کسی خرسه کو این دارم زتو رفت من نوشتو نوشتو 10 تومن یا 5 تومن تو کیش؟ با دستور کی؟ با دستور خام شمد لاوری شمال آخر سمنه پیرمرد بدبخت تو اچور واکد دارس مای سر بی سر زتی کنار و کرگ زتی که این 10 تو این 20 تو مردانی کی شگون خالی خالی چند یک حسابا که دیگه چار یک اسار 2 قسم برخواد قسمی بر من قسمی هم بر اربابات خب مندم کسا خلیفه بخش داشت تو چی قانون نفهمش؟ قانون؟ ما خو نفهمیم چند تا فهمی چند هرجنگی؟ ما بله بچه نفهم قانون؟ الان تگم چون ای قانون نه خب یالا برو جهنم ببین یالا عباس علی بله جناب یالا خیلی دوز ترانی ها شرم نکنه سند قانون سند شما همش به میله تفنگ نوشته بوده نه من نوکی کلم چاشه در اون دیام یالا اولا بله جناب شیخ
اگم خوب در درگاهی تو یک زتیه بوغ و تولار و باور و تیتر خود چی ندن کنه خود چین قصرت کرده دیگه جناب شیخ در درگاه ولو آخه ما خبر که خم تمام چی مشکله پس کار داشت بعد خدا با هم چای بکو برکه پس کار چای بکو برکه؟ بله برکه کنات ما چی ندارم جناب قاسم معلوم که نابینش بچون ببینش پول از مردم بدبخت واسش که من ایچم برکه تار بکنم تشنه بی تابستان من ایچم کنات بکنم همه تاش آن طرف چای بکو باور و نفهم تالار و باغ و در و درگاه مار این کوریه ایشون جناب شیخ برکت خدا مگه وقت مولا دست دوزاواسی همه ساوش برگردنه نه یک چی خودم واسه یک چی همه ساو شده گوش بگاد خدا بله اولش که همون مولا دست دو زواسم ولی تو مولا مردم واسه داشت بله بعدش هم دیگه همون چنین تو نکنم که 100 تا خون واسم یک مردم آدم خب دیگه جناب شیخ هر کسی فکر نفع خوشن مگه شما از خاطر مردم چسنه گله دوزی ها نه خونه خرابات خیلی زبان درازی کرده شه خب دیگه پیشه کت خدای همینن دیگه جناب شیخ ما دعوتم ممنین زنده بشه حالا زحمت بگه 200 تومن هم پیل لازم میاد والله خدا جناب شیخ یعنی پیلی میل مدست نیم دستم تنگه بس بکن کسی دیگه باید به قسم شروع بکن بفهمش که دیری قوته شیخ شما خود اگه هم با زیرگویی مخالف هستم خب ام خوش یعنی زیرگویی یعنی دوزین مخی حتما دوزی باید چه سر گردن باونش اولا ابم چو تا کجان چو ها چو پس با چه انتهای ها بخورش نه من ها تو ده یالا بچو بگیری چون بلندی بکنی عجب تو چو کاله زیرش بغل بکشم چون بده اچھا تاش تکاو تقصیر خودتن و خاش نوده یا خدا بیرید بخاله جزیره بلم بکنی ولادش نودش بلم بکنی بخاله جزیره بزاتا بفرست بفرست 200 تومن که 300 تومن هم تده بلم بکن جزیره بفرست ادیشو نده ادم گذاشتم ادم پول دادم شوارو وره بدر شوارو بدر خب حالا نکد که بچه زیر از اینی بچه ضرب از اینی بچه گریتی که به دست واضبی و دزان واضح کنیش تو دیگه جناب شیخ که نفهمم زیرگین و زیر مواگی اما گوشه کار بکرد خدا اما رفته یم سبا برگردن یک مشت تفنگ و پیل آماده کنش خدا رضا به سبا چاشت اما چاشت تا خونه تیسم چاشت هم آماده کنش کاری از این نیازنش بعضی آدمی ها فقط گب زیر فهمن بلند چم یا خدا برو رای خود گاش در دکان کیان ماما الله خبرم در خورده کیان سلام جناب کات خدا علیکم السلام جناب کات خدا فهمش اومده چه بده خارجینی ها خبرش آورده بله که شما سوسو و ایران نرسه ولی چی ماز کردم راست باش گول با خدا تو جا خود چیریکی ها جمع بگو هر چی چیریکی ها اومدی برای چه جلو نتی ده نیان اگه هنده نتی ده دیگه ناش جلوی بگیرن برای میگه کاری اکثره بکنه داشته خیلی زود
برو زیر تیر فرو کنه. برو وزیر. ها برو. بچا. شمت زخمی موین افته و جیشن خود تو منه تیر مکه امانو تا همو چپ شما برای شمت سر جد و شغلتن مهنی قسم و کرتن امنی اما چم جناب شیخ بلم نگوته یا هوا خیلی گرمن خیلی داغون بام کاش که امان تا دادن یعنی این مکن امان شدم همشون لاش نکنه حسین بدازیر نه جناب شیخ اگر مینن امان باید تیر بکردن اگیره که تفنگ آماده فشنگ آماده گریخ مکنه من نفهمینه گریخ مکنه تو نفهمه تو کردموین هایم گو جناب شیخ مکه امان شده شمت رفت خواه به تو هم بسر بسر جدم امان تو مدم شوکوده زخمی ہوگی تو چم لکی دوش پدر سگ نمک بروم ده بودی غلط نجاتم داده برنو هم دوارن حتما های تیرم خودت کرده ده اونو باید تلاش میکنه میونه کوی غم ها منزل من غم عالم بیاد جا در دل من به خاک
خاک و خون کشم دشمن یکایک تا اونگاهی که خون نیده رگ من. تفنگ تا با منی ترسی ندارم، با دشمن جز فشنگ حرفی ندارم. من و تو هیچ گهی از پا نشینیم تا این روزگار ما هم همینیم. هوا دارم، هوای جنگ دارم، هوای جنگ با سرهنگ دارم. یا هر چه غاصب از این ملک بگیرم و یا آخر در این راه من بمیرم. تو من هستم، تفنگ هست و فشنگ هست، کنم دعوا که تا روح بر تنم هست. به ماموران شاهنشاه بگویید هوای جنگ دولت در سرم هست. شما شهرداری رو کشته نه؟ والا فهمیده که محمد رو کشته؟ امیرزی نه؟ نامردی رو
میشه شیطان و شر. بسم الله. قل هو الله. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ. شاید هم حیوانی بشه. معلوم نیست. تو کش منا خدا سالم. خدا سالم کار تسکن فرما شمد. یک کس کو پیدا کی رفتن پیمومش عایشه. خب. شو بیمش اونگو شمد اینجا. ها کارت شمدن نبود بکش ما خود بکر برای اون طرف کو دست برا تکون نخورشا گلیلات زن پشت کلت تکون اتخا گلیلت زن حواست بی الان تبرم تو شمد اویس تکون ما دست برا آفرین مرحبا بر بگر یا خود راست برا الان اتخا شمد جناب الشیخ هم که پیدا کرد ما خوانده بفهم الشیخ چه دایی؟ ما ناخدا سالمه. از طرف بستگیون دربار حاکم دوی پیغام آورده. دولت ایران خدام ما هن حکم دوی دی بچه برو بشم چه دردیشن برو برید یکی منی چرا گوشت تاورن حالا جناب شیخ اگر که شما گوش کاسدونه بری نه آوره دست دوسته گوز بزن میشم خم تاگم جناب شیخ گا برمای زد ارزده که بستکی دربار حاکم دبی تعریف شما بر جناب حاکم دبی شون کرد و حاکم دبی خیلی مایلن که شما ببینید و گفته اینا خدا سالم انطرفی ها هم اشرار و یاغیگری ها خیلی زیاد هستن که هر چندگاهی که حمله کنن و هیچ کمتی جنگیایی که شما بیشتر کاریای تو کردی چون شما تجربه شون نیم به خاطر همه حاکم دبی از شما خواستی که تشریف ببره اونجا درست خوب جناب شیخ اگه توا بری بالا اینجا قمریم قاسم بله بار سفر بابا خدا جان
اگم چی خود نمیدی که رسانه پا که رسم انشالله اگر همین تو هوا خواهر بشه انشالله تا بعد نماز خفتن نرسیم امید خدا ها نکن ولمه کاش این شمس هیچ وقت دیگه نمیومد. ای دوزی کردن راحت مثل ها خوردن. آره ناموسا. ای. خب الماسو تو اینجا بشین تا بریم یه جای دیگه هم جارو بکنیم بیام. راست بگم. ای بیا. بره. کم تو دقیقه دقیقه کار رفته ما چای کیل سرشم چای کیل چی خبره که مخیت چای ما خبر نه تو کاکو تو شما دوی آنده کاکو ما دوی آنده خیت خود چه بگم من چی شیخید اچم که ما چی هم چه خش خبره خش چه خشه چون که اشتر ما لنگه دای بود مفهره که ما توجرم که دوی تنخواه بارم معلومه بارون تفنگ اینو فشنگ اخی راست سادش اگه مینگه گیر کتسم ای پاسخ مطاوی ترس مکن سربا ملک شایی چه شناسم وار تکن ات تنها امنیه این که رفیق من نه جناب شیخ رئیس پاسخ مطاوی عوض بودی یا گوان سخت گیری که خوری سه تخمت داری همونجا باشا لامو چی میکنم؟ یه کارو کن شما برای طرف گوله خودتون طرف دیو شما برای شیوبی همین که ساختم بود ای آشخورای ابله شطور با بارت دستتون در رفت پس اونی که اومد این طرف کجا رفت قربان اومد این طرف یه مرتبه گم شد گم شد احمق مگه 10 جاییه که گم میشه آدم این بزرگی مگه گم میشه تو که هستی؟ چه میخوای؟ هرشمه لاوریه اومدم جونتون بگیرم تا حالا نشده کسی به من ایست بده یا امام رضا شمت لاوری شمت امان بده ما باید کاری نداریم
نگهبان نشناخته اشتباه کرده. این جرقه‌ای که خودتون زدید باید خودتون از توش بسوزید. سرباز مثل اینکه باید مبارزه کنید، فایده نداره. حرکت! اینو به من بده بود. بس کبابی بنا می کباب اومدن نبی هم توی کارم چی دروازه بزنی؟ تو دست می کباب بنا هر بگو هر بسته بر شو دلو چای کمی زبون بسای کس چیش تو چی ندو هر چی نه پان کوفه چی بی یا چی شده نه خب خب طویله تونسش چی اینه که چی کارش مای تو چه نفته اگه که بلا تخیل بگه تو شمه لاوری تخیل نکرد ما شمه دیم جناب شیخ بیش از دل نه اولی آدم بودش بنوش جان بیا نو واسه بخوش عبریس بخو جناب اما ما جناب شیخ برچه به سیرت تو پوشنه دیه اگم صدا یک کمی فرقش نکردی؟ صدا ما یک کمی بلاوال بسیم سرمان خواهده مدمیسا یک سالی کباب بر شیخ بنا زودتر که عجله مویا کباب جناب شیخ یک کمی کباب چیتوتر نمو بده این گور بلندتر ده شو چون که اوله دیگه از گوش خود سیر هستش نه شیخ چون که اگه بلا داخل بکه تو شمه داخل نگه ببخش ایوالا اینو بخور ایوالا شیخ ریخیش نیخون بخو نوشی جان می کبابی پوزی شربو نه ایوالا بخو فوزیله کنش مولو کب وزم که چی بگم تو دل خودت دای فوش داشت کسی به فوش شمه دا لاوری عادت چی نگو خواه اگه نداشتم باطل ادش کتک تایسیم شمه چیه؟ داری کنه دای خوش شمه دادی کلانیو دون
حودي ای باش عمال كلامي كده خب خاده بسن دیگه بده وقتی پول دادم پولی همه درباره پول ها پول هر چی پول دیگه درباره پولمون نبود پول تو نباره معلوم تکنه پول تبایی شیخ داغن شیخ داغن ای داغن شیخ شیخ ایوالو داغن شیخ شاد پولی شاد نه تو کشه با بده که بشم بده که چشتا چه گوتا اگه منی نیا گتم بده چونه مرا اونده چونه بچه این چه که داشت چشتا چه گوتا اگه منی یالا تو هم هرچی پولیات رد بکن وقتی نشنفتی که چاگون چرا؟ هم شنفته بلو تخیل بکد شمال لاوری تخیل نکد احمد شما شاوشکیری؟ توش؟ شما نوارک کلا پرید شما پرد سگه دار تو خوب کم اسم ما باید رفته کم اسم ما استفاده کرد که دوزه کدش بیالا من پیل تو واسه شاید دست جنابشه شاید دست خدا عمر همیسا بیا بیالا کباب بمشم بله قاسم این هم از کوریه همونت دوی البته جناب شیخ خیلی خشنسش خودت فهمیش که وقت تا یکی نیستش نه همه دل ماگیری هم منطقه خون هم نبی از وقتی که تو رفتش این دوزیام کره کردن تمام منطقه شو یک زد غارت کردن این طرف آن طرف فهمم که اینه یعنی من اینم هونسم چه ساله؟ بله کاکای تا اومد ببرش تا معامله به دست با من ناتم کاکای کریایی نکره من ناتم دست خود انگی ناتش پوت پس کشی پوت اشکنه
آخری دور توسه نبید بازی نبید. فهمی؟ کار هر کسی هم نی این از نه بیشترینت هم عین استقراق کنه. خلیال کارت کنش. چه دشمنی تون بوده؟ تو دایی ما بگوشته؟ ای والا شیخ ای والا شیخ تقصیر من نبوده دستیر از شغلی شمدم گرفته. الان تا برم پیش شغلی بشم معلومه بی. ای والا ای والا برمش بشم. چه خبره؟ الان تا گفت چه خبره؟ ببینم. حالا رو دیگه که آقای مثلا معافرسش؟ اصلا من خبر نمیدونم جناب. بشم. باید خلاقت بکنه. یکی نمیشه. چند تا بیمار سفیدو. بزن اون معلومه بی. یالا. مکش احمد این کار آخر عاقبت نینگ ولم بکو تقصیر نینگ. نه. دلم به اینو سرد نبابی. باید چه که همین الان تلاش بکنه. بچه ما آدم دولتیم پالار دستور داده که شمه چیز زنده چه مدت تحویل آده. شام؟ اگر اینن پس بین ما و امنیه هیچ غیر از گلوله حکم نکن. اولیش هم باید که خود بزنه من. ولی حیف که نمونهاتم خردم نشو. کار خود دست خودت کن. برو صبر کن بذار بابا میشی بزنم نه شمن به خاطر چه نشتی بزنم ای تو چه خبر بر پالور ببره زاوز و پای خوشت دامتو دیا ها خب نفهم سکر دوستن يلا دست جل الان چپ يلا من پاس باشه هوا ببره چه هوا ببره يلا
ببخشید جناب پالا راستی که من شمت تیربندم داره؟ حالا میگن تعویض داره تاثیرم داره؟ میتونه یه فوق‌العاده خیال برای خود شمت باشه به ترسم برای دیگران تاثیرش تو همینه بگو نخور دست برو ترکی صورت دادن من شمت دست از جاغگری به هم نکوشی بکش تو کی دایره ادامه هاتش ها؟ تا خون ترک منو روح تره تو ادونو شیگن شمت اگه ما بکشش جای من مامور دیگه اتاد ولی اگه بلن بکنش از دولت از قصبار تامین نواسم خب بجا رفتن باطل کنم این سوالی از ما قول تو دوزیا چی نیکن و چرا ولد بکنیم؟ ادونو شیگن شمت لحظتی که دیگه بخشش هن دیگه انتقام نی نه شمت نه به حکم جلب اطلاق نکنیده تا تنیر داغن نونه بچسبین خلاصی واقع بودم ایت معمیرن تو یاغی و دشمن گیر هم مکو خلاصی بکو من اگه حتمشو بخشم یعنی این همه پس نبی دلات خشن ای ما اینای غمینی ولی از مکرش هترسن مک هیلشن نه ولش کنم اما چی؟ بر تو ول کنم ولی بس شرط که لکولت ویسش برو یلا جلو مادر یلا بس ولی که تو برو جهنم باش خوبی کلی خان سلام قلومک چه خبر؟ خبر چیزی بردی؟ زیاد خان گفته او 30,000 تومنو که سی ریختن خین شمدو داده بیدم چیکار کردید؟ مدتی گذشته کار تونستی بکنی یا نه؟ ببین درسته من سلطان دوزا هستم ولی کشتن شمد لورم به این راحتی ها نیست قبیل دارم خان قلی خان به جز خودمون طرفای خودشون رئیس رؤسا دنبالشن پس به این راحتی هم نیست زیاد خان راه حلی داره چه راه حلی؟ ای که پولو سی کشتن شیخ محمدو جایزه بگذاریم بین مردمو جار بکشیم جایزه میدیم به کله محمدو اینم بد فکری نیست ها پس تی همین اومدی اینجا راستش سی دیدن خودت اومدم خب باز میگه جایزه مایزه سی فایده نداره نه دشمنامون که نمیتونن به سایه هم نزدیک بشن فقرا هم که کاری به ما ندارن گویا کوری خان قصد داره یه حمله سراسری بکنه و گفته شمال هم دخالت میکنه ما میکوشیمش اگه اینطور باشه مهار کردن اونا تو منطقه مشکله باید همینجا نابودشون کنیم با کشتن کلی خان دزدای دیگه هیچ وقت جرأت نمیکنن به منطقه نزدیک بشن نمیخوام پاشون تو منطقه باز بشه فردا یک تنه حمله میکنن به یاردشون یا کشته میشم یا میکشمش قل شکم فایده ای نداره جای زور جای تدبیر این کارو بذار به عهده ما نقشه ای دارم کی تو؟ فکر کردم گلوله میخوای سیمو بزنی جناب خان نه جناب گله مفتکی نیست که خرج تو بکنم خب مخواستم خبر خوش سیت آوردم خبر چی؟ حالا بیا یه جای درست حسابی بشینیم سید بگو قلی خان جان
بیا ایجای شکار میکارو ولش کن. سید یک شکاری آوردم که لذت ببری. میخوام به آرزوت برسی. بزمجه مگه میدونی آرزوی من چیه؟ ها چی ندونم؟ کشتن شیخ محمد لاوری منی. کی بهت گفته؟ از کجا میدونی؟ خود شمد گفت. بینم تو شمد کجا میشناسی بزمجه؟ خجاو وردار نه. دل ترکم کردی. شمد بهترین رفیقم دوستمه. بینم تو چه کاره ای؟ بابا سوداگر جناب خان. اگه تو رفیقشی چرا داری رفیق فروشی میکنی؟ ببین جناب خان، در اصل راستش بود بگم من رفیق خود شمدم. شمد میخواید خود تو تفاهم بکنن. تفاهم شمد لاوری با سلطان تازه قلی خان. چیه؟ تفاهم آب آتش. جناب خان شمت پیش خودش شور زده. گفته اگر کلی خان بیایا ایش منو بکشه دیگه هم آدم هستن که تو رو بکشن، قلی خان بکشن. ولی اگر تو شمت دست به دست هم بدین ده کسی جلوگیر تو نمیشه. چرا این فکر تو کله پوک من نرسید خاک تو سرم بکنم؟ ها نه ببینم شمت کلک ملک چیزی که سرم نکرده. نه به خدا که نه. بشین سید میگم. بشین سید میگم. شمت گفته این همه گرم سیریو مزاحمت کشیدم. الان خود گرم سیریو با زیاد خان یک دست شدن. کشتن شمت بدبخت جایزه گذاشتن. گفته اگر قلی خان با ما همدست بشه میتونیم هیچ کی اصلا جلودارمون نمیشه. اگه اینطوری باشه برادر این منطقه که سهله دنیا رو هم میگیرم برات. خب چی میخوای؟ فهمیدی؟ بله جناب خان بله. بفرما. یاهو راه دشواری بود. جناب خان خدا شاهده شمت کده خاطرات میخواد که ده نه کده خیلی زیاد. اگه اونجوری باشه برای چی شکاری میزنم یه کبابو میخوریم یه بزمی را میندازیم. خوبه اونجوری؟ خدا رضا باشه. خوبه اونجوری؟ راضی؟ جناب خان خوشت میاد؟ الله. بفرما جناب خان. گوهم شمت بفرما. ما کفشو درست میکنیم پاشنم به خودت در اومدن. سلام کلی خان دزدان منم شمت که میخواستی سر آن. بی تو همتر بود این جهان. چرا تپاتیرش نخب خلوات ندیدو خود خیلی داشت کو هنده به چرا برنج خوراک شما اربابیان به ما بپالا. اما خدا گبی ما مفعلکه. برنج خیلی مزه‌تر. خب گپ بزنین چه خبرته؟ اگه بلا داخل بگه جناب پالا شمت داخل نکرد. حالا که دیگه کلی خان هم کشتی دیگه هیچ که جلوگیرش نی. نه ترک و نه تاجیک. دیگه چونش کرده؟ حالا مجلس اعلان نبودم اگه نه خان نه دولت و نه پالا اگه اسم خود چی ندی؟ ها پادشاه بیتاج. بیتاج بادشاه؟ عجب. باید نظر خان شین دیگه حالا.
خانم ولو خود نظرش عوض بودی اگه بشه شمالی شرع بارن مجلو دوزگرته و روزنی ها خیلی هم نکن. خان خوش خوب فهمید که شمد با نصیحت برای ناتود این نشدنین. بلا تخیل بکه شمالی تخیل نکه جناب پالا ولو خود رفتی مجل جور از همه کتخوری ها ارواوی ها گوتی که اگر یک شوی خرج امنیتو کی وای به حالتون شما وقتی ناش جلوی بگیری خیلی پروا بودی. مبارزه و درگیری با شمد امکانش نیم. اصلا دست ما امنیت ناتود. شمد داکون هر روزی با جایی. ایروز اکوین سوال سر کوی دیگه. بلا تخیل بکید شمد تخیل نکید جناب پالا. داکو یعنی چی نفا؟ داکو و زبان هندی یعنی یوغی، رازن، دوست. ای داد بیدا نفر راه حل داشتین جناب پالا؟ راه حلش ما دیگه بمبئی گرد باشم. راه سوم گی که میل به نوبر خمی داد ای گرسته و جدارم چه بر خمی داد داده شلوی کشی اونده دوزوی شمالی ای کجای شمد آقا جای تو خالی ای خدا یا شمد چی گلهی چی جرده شمد خواهی یک دوی گلهی نه جناب ارباب تی مدتی که شمد دوی بودی دادای شمال از 4 طرف حمله شان کردی ولی اولو که برگشتی مجو امن امان الحمدلله. شمد خوش یک دوی جو طلبین آتی همو کتی بوجگیری کرده سرش ولوین هر کشای دوات بکنم اول باج شمد باید داده و معلومه خارج مخارجم از جیب امان. نه جناب ارباب مین نین بله شمد اگر فقیری چاب بکید هم کمک شکن ولی اگر زور تواگاد تا جنگ آگردی از روزی که پای تی منطقه ندی تخم دودیا کش کرده هیچ بلکه زورگی رئیسی ها و امنیی هم کمتری او کردی. چشو گوشت بستی غلومی مخی نو شنفته یورودی ها مردم چه گوتن؟ چرا هم شنفتی؟ هر جو گپ شمدن گپ زیرینگی، گپ دودگیری، گپ نترسی چه حرفی دی ارباب؟ هی چه حرفی؟ مخی خبر اندین ولو شمد سرش خراوی و چشم ناپاکی واسدی؟ خبر بر شیخ لاور هم شگاردی شیخ لاور هم اگوید اگر اینن عمر کیتان. نه جناب ارباب نین این خبرهای دشمنیاش پخش کردی شما ای بدنامی بکنه شما چش مردمی بکردن من نمینم جناب مولا قاضی. والا چی بگم من راجع به شمد اطلاعیم نی خدا خوش بهتره دی بعضی از آدمی ها وقتی شروع کنه با عدالت و از خودگذشتگی شروع کنه ولی وقتی از جای رسن شروع کنن زورگویی کرده و مخالفت سر رواسده. تنها حرفی که من بشو بزنم این که اگه آدم نکین خدا حفظش بکن اگه آدم بدینم خدا هدایتش بکن. ادونش چیه شمد؟ اروز یا بیپروا رفت و اومد کرده و گشت و خیلی وصلا نیم بهترن که مدتی نبش نظر ما اگه تایبید بهترن که ایچه شاید طرف لاغر تا پیچی آب از آسیاب بگه تو قضیه یکمی آروم بابید بعد آدم تزدمتاد خم تا رئیس چریکی ها مکنه راستش پالار که حکم جلب و چکیسه ایدون و گشتایی از طرف دولت هم فشار شده آوردن خلاصه کشته مأمور و امنیه و تجهیزاتای پاسگاه و درگیری ها به آسونی نیم با دولت. برچی رو همه خود درگیرت کردو؟ بیا ببینیم جناب خان
ولی ما اگر این گپیو قبیل بکنم یعنی به صوت شما رقص دم خود بهتر فهمش. ما اگر مشاویستون یک کاریایی بکنم بردگی بکنم خب اتاری زندگی مناکی رقم در بدر خود مناکی و قول خود چون خانیا چون رئیسیا زندگی مکی منه درست ولی مکس باید چارچوب قانون عمل بکنه. قانون جناب خان میاگه قانونشون نده فقط به نفع خودشون نده و فقط هم به در خودشون نخوی. راستش شمت تو حس که دخو نبایشتو نه دولت نه قوانین نه رئیس رؤسا حتی دوزی هم دخو نبایشتو. فهمید چین جناب خان؟ من یا ما خو نبایشتو چونم ناش زیر حرف زیرو چه چشم بکش شمت به نظر ما آدم به زرنگی تو خیلی که از بینو چید پای دوزی ها از منطقه قطع کردم ولی خب بهتره که دست از یاوگریت هم باسش به چه خود اصلاح بکنش پیچی با ما بساز زندگی راحت و شاهانه بکن. قرار اصلاحی در کار بی جناب خان باید بر همه ببی فعلا خو اصل اینی که بکش تا زنده بمانین ای رواجه. حقیقتا شک و شکایتی روزی ها تاوردن از دست تو در شأن ذریه شیخ حسن مدنی نیم. چه شک به جناب خان؟ خدا بکنه خبری ها همش دریغ بید شمد و الا بعضی چیکی ها با هیچ هاوی پاک نابید. حتما دگوش رسیده که شیخ الاور چی گوتو؟ نه جناب خان ای گپیایی دشمنی هم شپه گار آورده که ما بعد نامم بکنه. برگارم بدو گشنمونیم اجام شون بخورم که برشکم گشنم نشد فکر بکنم. هرچی شما یه جناب خان یا خود ای که ندید تو کیش؟ ما سیفال کاکای او شکور. بس شدم خرابات کنه؟ اینو نگین شدم خرابات کن؟ سعادت مشت من. یعنی چی؟ ببینید تر بگم. منی میشم. خب قبل بزن چه خبرتون که خیلی مهمه؟ افهمه یه چند؟ نه. خطیم که خون لور نوشته بر شمت که رئیس کل منطقه گوده بی. ولی من نیشته که دست بکرد. شمت ممکنه ایلو چند تا دوز بگیره ولی در عوض موی دماغ عیانیان واسی پولور؟ ولی شمت کرشه فقیریونی مقدم عربویون مازه که فقیری ها چی شنین که شمت شانس بخوی افهمش حکومت شمت ریاست شمت که حکم شده ده یعنی مرگ امنیت اگم پولور مرگ امنیت یا مرگ امنیه
لیکن اینکه شما دوری گوش کاسدیا برید فوزیله کردشه جناب شیخ از وقتی کلی خان ترکی دین تلاش که رئیس دوزیو سر خان دوزیو و سن جن و شما جناب شیخ بسم الله اسمت که برندیت از 100 فرسنگی لیترینگ کرده ترسا کن بله قاسم زمونه خیلی زمونه نامردی بوده دور زمانی بر ربطیری که یا باید پیلت ببین یا باید زیرت ببین الان از 4 طرف هر روز کاسه دانده همش بر دعوت و بر دیسی و حالا که 4 تا دوز گپ من گرفته نه اسمی مو در واقع کردی من که کاسه فرسته مین هندم این دیگه کاسه الان باور تکن ای پولوری هم دعوت خونه کرده پولور کوکای مگم دعوت پولور قبول مکو هم مک شده کاره هم با خون خونم تشنن کوکای چی معنیش این دعوت میکن تا معنیش بفهمی معنیش بگی دو معنیشن اولی که جناب شیخ کلی خانش کشته معنی دومیش هم اینه که دولت پیشنهاد داده که اگر جناب شیخ با یا همکاری بکن اگر به دولتونی شیخ هر شرطی بکن دولت قبولش حالا هیچ گوش بکش ایکی شما باید خان چی کریشن که همه پیغام پس خان فرسته یا تای زید بدو طلب خان در حد دیدم که یا شای نصیحتیش بکن یا تهدیدش بکن ولی من از پولوری ترسیدم خوب هم فهمیم شیخ ساله نزدیکی با ایا بی خطر امنین این دعوت و میمونیش هم همش من مسئولیت خوشیم ولی ما بیانمش هم حرف آخرشون چه کول هم دستم که حکم جلبم لغو بکن هم نفهمم آخرش چون ببین ستاوان غم آی آی رام غم را برایم غم را نشان غم آی میان موج غمم گم گشتم آیا آخی که تجاتی پیتی بکت کم بار که کمر کشیده نکردن کار چون شمد ای عجب را این رفتنی بیشد ای سخنای گفتنی بیشد ای نداده خانم محمد کار و کاباسم ای خجالت های و کاسم ماندنی بیشد سلام بر جناب شیخ سلام چی گفته است؟ عرضم بر حضورت که خاله محمد هات پیل مدست دو خب اما جناب شیخ خودتی یک کاری چاکو چله ماده درست پیل یا کله زتم اگه من نه خوی رسی نه پیل شنبه اگه حروم ناخورم کارم ناده الا؟ بله این ندارم ترام یک چی نزدیک زتم حالا که کرسن تو اوشاش بلدش؟ ها جان شیخ همین الان هراست 2 تا شکل چاق بو جلدی پیل هم اینه دچه بچه با شمال بیرحمن اینه نه عدل مگی جناب شیخ بسن خالی جان کو کواون تشد دادم برو هونی اونجا نایتش خاص سال دستی که لوس بزن اگو ما دومن فنقولتم گو که آقای کنچی پیغام میداده باید هر چی زیدتر شه خدمت چش نیو چه کریشان من؟ نفهم ولی مینه اینه گوی فقط زید تشریف بارین باشد چکلی که شوار شون که مخاله چم
خیلی خوب. خط خون هم میدم میگه تو دا شیخ. خط خون. جناب شیخ بده قاسم هو از کار من شیخ جناب شیخ تو به از کار من بچه همه سرسختی کنش بچه حرفی کسی گوش نکنش حرف آقای کنچه هم تو قبول نین ادی که هم راضی نه مچو شو بخید که هانسم اوره که هانسم شما پولوری بترسنی اگر شما فهمی شما پولور بترسنی گویم که نه آنده اچھا اونجا هنم تو خیلی سرسختی جناب شیخ من فقط بفهم آخرین حرف آقای کنچی چه فقط یک نصیحتش کردم خواه بگو دعوت پولوری مچو خواه چه بهتر از این خواه حرف آقای کنچی خو ناگرش آقای کنچی توتای مچو بدن نخوین حتما یا چی جتین او این میمونین که ما دادم بای خونه دادای این رای که تو رفتش هم نرائین که تا گوتم جناب شیخ این نرائین که تو رفتش این رایی که من آقا قاسم آخرش مرگن چی با دست دوزیو چی با دست امنیه خیلی آخرش هم یک گفتار من اخی یکیش هم خوب دن یکیش هم بد برو بچه اسبی هم برو که ما چم کم ایا خود تو بچه رو لیدت یکن انگار که موتم رفتیم نمیمونی ای میمونی که خمو چه دیگه ما ترسم آخرش ما موتم امونه شمت تو حرف کسی خواه گوش نکنش یک سرسختی امتن که در خدا رو هم بکن حالا من بفهمم ای پولوری چه پیغام از دولت چو ای پولوری یا شای ما همراه خواهی بکن یا هم شای ما سر رای خواهی باسی اگه این کوکای نصیب تو دومی ابی مگه تو هست که با یا کنار ناتش فهمیش این کوکای تو غرورت از حد درن حرف کسی خواه گوش نکنه شاید حرف آقای کنچی ای چی کردین آدم پای خوش دلاو چی تو شاید به تیربندت پوش گرمش ولی همو چه بیاش ساره هم تیربند اگون پالار بله براستی برچه آدمی ها تقسیمت کرده ما و کاکام محمد ابراهیم تا یک آورده شیخ راشد و قاسم ارجنگ و بقیه چریکی ها تا خونه کت خدا فرستاده مازی که خون با هم گپ خصوصی میهن بعد شاش خردا همه چه مان کو گپ خصوصی تو کرا به حکم جلب ما لغو بکنش کرا به تامین و مالش حالا گپ خصوصی از کن شاش بگو شمت تو سوا مش تاز براتات خب ولی باید بدونش که پاتو که کفش دولت کرده و سنگ ادعای بینوا و سنازاتو و نپدنی چی به نفع من نپه بولمی شما کرده؟ بله چون مسئول امنیت منطقه ما کشتم طبیعتا باید زیر نظر ما بین
تو خود نوکری بیشتر نیستش. تا این من نوکر شما تو خود همه کاره کردش که کمی درجه تا برات رو چی. من سو گتراتو سو خونه بسته کشه چی نکنم. میگم شمد اگه با ما باشی میتونی همه جا بگردی، کسی هم کار باهات نداره. من با بابام نتونستم کنار بیام، با شما کنار بیام. نگاه بگو شمد، فرمانبری والا حضرت از بگو هم واجب تره. والا حضرت فرمانبری والا حضرت چی نفع به مردم باشن؟ مردم بدبخت هستن که از کله سر تا بونگشون باید تقلا بکنن، باید خور گرفتار ببین. آخرم چشان گیر با یک تکه نون جو یک دنیا علمان کم خورده. ول کن امو، بیا دست بازی ورق بزنی. اگه بازیگر خوبی شد. یه شیف خیال مدرد بود. به قول گفتم مرجان قصه هیلگری و مغر خودش. نکن شمال مساز. برای نگینا جمع کنه بیچو. بریز. هشلی دنوشه بیوی شو تک شمال شو تام رفت. خدا بکن شوی تو همو چی؟ شمال چیم بنده خوی نای یک شوی تو یک شوی چی؟ ایشالا خدا بکن روزی برسه که شو فقط پته با منه. های بلایش تو شمال اعلی حضرت رو نفری میکنی؟ اونم جلو دوتا نظامی؟ تو یا دل جرأت زیاده یا مخت کم. اولیش من دارم دومیش هم تو داری. گوشه کار بکش احمد. مخوام یک مثال درستم کردو. خب که اگه با شو بگرد شو باش، با گدا بگرد گدا باش. من هم یک مسئله نکم کرده. اگر تی علم هیلگری و مکاری بگرد با مشرف پولاری. اگه که نوید گودای چوره زبان تو ناش کردو. تو هم با تفنگ خوب تیر ازنش، هم با زبان خوب کیوش. بله مشرف در خدمت رؤسا بوده نوکری یا کده خونه مردینین. تو اگر خیلی آدمیش دست دوتا فقیر بگی دست دوتا بیچاره بگی. اچھا همارو سمی تیم چاشت یا خوش اچھا مشرف اچھا بفرما شما ما اتندام. نکرده ولد خیر جناب پالار ما بیگناه ما تقصیریم نینگ ولم بکنه خواهش کنم ما تسلیم ولت بکنم الان وقتی که شما چه گفت پول دمی تو هر خانه تکو ولی اگه فیلم کو خواهش التماس کردش ولی بازم
بلتا کنم تو جوانش تقصیر نیست شاید اثر عقل باشه. جناب پالار شیخ صالحی بچی نکشتی؟ شیخ صالحی نکشتی یعنی شمد نکشتی ها؟ شیخ صالحی گناهش نه یعنی کوچکه شاید اثر عقل بود برم کار نه جناب پالار باید بکشتی چون اگر نکشیش چون پلنگ تیر خوردن تیر خورد باید بکشتی که همه بین بره مردم باید کشته بشه بکشی چی ما خیلی واوی خلاص خود خواهد چیشه بسک ده خیلی امان در سر باید کم ببین ای بکش خلاصی بگو توی چی عادیه خلاص